امروز میخوام مراحل آماده سازی خفن ترین برگر ایران و کف شیراز بهت نشون بدم. دوست داری بدونی برگرهای لاویا چی جوری درست میشه؟ میخوام ببرمت کف شیراز، کف کارخونهش بهت نشون بدم. اومدیم کارخونه لاویا کف شیراز. بعد از هلوش 8 سال فعالیت برند خفن لاویا که تخصصی رو برگر خیلی عجیب غریب داره فعالیت میکنه و کار میکنه، اومدم شیراز. گوشت بعد از پاک شدن میره برای چرخ شدن. حالا نوبت چرخ شدن این گوشت تر و تازه واسه درست شدن یه برگر مشیه. آقا علیکم چه کاریه آقا بابک؟ اینجا اتومات دستگاه. از کف تهران اومدم کف شیراز که بهت نشون بدم این برگرهای تخصصی لاویا تو چه لوکیشنی با چه تجهیزاتی و با چه گوشتی تهیه میشه. این دستگاه خفن چرخ گوشت تر و تازه رو واسه چرخ میکنه و از این لوله جذاب که این سفید سفت داره در میاد تمامی چربی اضافه